مشاهده چیزی شبیه فروچاله در کنار دریای خزر عجیب است، اما به تازگی اتفاق افتاده. فروچاله ها معمولاً در استانهای مرکزی و در اثر برداشت بی‌رویه آب زیرزمینی پدید آمدند. اما ماجرای این یکی متفاوت است. اینجا استان گلستان است و این سه تالاب بین‌المللی آلاگل، آلماگل و آجیگل در کنوانسیون رامسر ثبت شدند. این کنوانسیون در سال 1971 با هدف حفاظت از با ارزش‌ترین تالاب‌های سراسر جهان در شهر رامسر ایران برگزار شد و از آن روز 2 فوریه به عنوان روز جهانی تالاب‌ها نامگذاری شده است. اما اکنون در 52مین سالروز این کنوانسیون این تالاب‌ها تقریباً خشک شدند و در عوض با فاصله کمی از آنها دریاچه‌ای از پساب کارخانه کانسار خزر و یک شبه فروچاله مشاهده می‌شود. متأسفانه بیش از 1 دهه هستش که از اعماق بسیار زیاد داره شورابه‌هایی رو که توش ترکیباتی یود هست میاره بیرون استخراج میکنه و بعد اون آب خاکستری شو بدون تصفیه رها میکنه تو منطقه. 2 سال پیش اون دیواره دریاچه پسابی که ساخته بودن هم شکست و همین آب آلوده وارد تالاب آلاگل شد که تالاب آلاگل در واقع اونجا روی سد داده آبش میفروشه به دریاچه‌های پرورش ماهی، سایت‌های پرورش ماهی. خب مردم هم از اون ماهی استفاده میکنن و آبی که در واقع آمونیومش و بسیار فلزات سنگینش بیش از حد مجاز میتونه منجر به تبعات غیر قابل جبرانی در سلامت مردم بشه. اما ماجرای این شبه فروچاله که روز گذشته محمد درویش کنشگر محیط زیست با آن روبرو شد چیست؟ اصطلاح فروچاله که من به کار بردم که در واقع طنز تلخه، یعنی اونجا که ما فروچاله به معنای برداشت بی‌رویه از سفره آب زیرزمینی نداریم. اونا در واقع اونجا یه چاهی زده بودن برای اینکه از ژرفای 800 متری آب بیارن، زمین‌ها سوت بوده، دورش فرو ریخته و یه همچین منظره‌ای رو ایجاد کرده که بسیار هم خطرناکه. پسابی که حاصل فعالیت این کارخانه است در این منطقه رها شده و با ظاهر یک دریاچه باعث مرگ پرندگانی می شود که گاهن از بی‌آبی تالاب‌های خشک شده به آن پناه می آورند. ما دنبال تعطیلی کانسار خزر نیستیم، بالاخره توسعه باید اتفاق بیفته. اما کارخانه معظمی که این همه میتونه تولید ثروت بکنه چرا بخشیشو برای تصفیه این پساب استفاده نمیکنه؟ الان اون 3 تالابی که کاملا خشک شدن به راحتی میتونه بخشی از حبابه اون تالاب از طریق همین پساب بعد از تصفیه تامین بشه یا حداقل راهی گمیشان بشه و ما این چالش رو به یه فرصت تبدیل بکنیم واقعا.